هم نوا همراز شما. حکایه نام دارد قهر پدر به دخترچه‌اش. یک مرد ماشین نو خریده است. صبح سحر از جایش خسته به نزد ماشین می رود و می بیند که در آن جای دخترچه خردسالش به در ماشین نوشتجاتی را نوشته ایستاده است. پدر این حالت را دیده به قهر آمده به ضربه به انگشتان نازک دخترش می زند. در آن حالت غضب با چی می زند؟ او همین قدر با علم زده بود که دست دخترچه‌اش شکستنش را هم ندانسته بود. پس از فرامدن غضبش می بیند که دست دخترچه‌اش ورم است. ورم شده دخترچه‌اش را دیده در حال دخترش را گرفته به بیمارخانه می آورد. دکتران با پدر دخترچه می گویند که استخوان‌های دستش میده شده است. دیگر اینها را برقرار کردند هیچ ممکن نیست. بنابراین دستان دخترچه‌تان را می بریم. پدر باشد در این حالت دیگر هیچ چیز نمی گوید. پس از جراحی دخترش را به دیگر خانه می گذرانند و با پدرش می گوید که می توانی بروی دخترت را ببینی. پدر به نزد دخترش در آمده دخترچه باشد با نگاه شیرینکش به پدرش گفت دادا جان، اگر انگشتانم باز سبزیده برآیند دیگر به ماشینتان نمی نویسم. دل پدر علل زد. او چی کردنش را نمی دانست. برای گرفتن علم به حولی بیمارخانه برآمده و ماشینش را لحت و کوب می کرد. لیکن دیگر چی علاج؟ ناگه به در ماشین چشمش می افتد که در ماشین چی نوشته از دخترچه‌اش که دادا جان، من شما را دوست می دارم.